نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس‌های قبلی ما و شما در توحید الوهیت، اول الوهیت دو بخش تقسیم کرده بودیم که یکی توحید عبادت بود و دیگه هم توحید تشریع یا شریعت که منظورش قوانین الهی بود. و در توحید عبادات باز تقسیم بندی شده بود که بعضی عبادت های چی بودن؟ قلبی بودن که ما و شما همون عبادت ها را مفصلا تشریح کردیم که حتی تا توسل و استمداد و محبت و خوف ایگپا را کلش تشریح کردیم ان شاء الله تعالی. برادرای محترمی که تشریف داشتن در درس‌ها، امروز نوبت میرسه به عبادت های بدنی و مالی. در جمله عبادت های بدنی و مالی عبادت های هستند که اگرچه عبادت ها را تو تقسیم بندی کردن به بدنی و مالی و قلبی، لکن اصلا هم عبادت ها کس بر کل ما و شما معلوم است که در عبادت ها قلب هم شامل است، ایمان هم شامل است و بعضی عبادت هاست که اعضای بدن هم شامل است. به هر صورت خوبی به خاطر آسانسازی از این تقسیم بندی ها شده و ما و شما میفهمیم که عبادت هایی که مخصوص بدن است، مثلا سجده هست، رکوع هست، نماز است، دیگه قیام است، این عبادت هاست که میشه سر از یا کمی توقف بکنیم و نظر علما و مفسرین کرام درباره از اینا گفته شود تا که انسان مسلمان وقتی که یک عبادت انجام میده او عبادت خدا به اساس فهم درست انجام بده. یعنی عنوان درس ما و شما توحید در سجده هست. درس امروز ما و شما درباره چی هست؟ توحید در سجده. خب این خود سجده یا در عربی سجود میگن یا سجده میگن، این در لغت به معنای خضوع، ذلت نمودن خود یا میل نمودن یا گذاشتن پیشانی در زمین، این کل از اینا را چی میگن؟ معناهای سجده هست. و در موسوعه فقهی کویتی کسی که درباره سجده تحقیق کرده او چی میگه؟ میگه و کل من تذلل و خضع فقط سجد. میگه هر کسی که خود بسیار خضوع کرد و خود ذلیل ساخت، ای در حقیقت به جانب مقابل چی کرده؟ سجده کرده است. یعنی اینمی خود ذلیل ساختن در مقابل یک کسی و بسیار خضوع کردن در مقابل یک کسی، خود به شکل عبادت گرفتن، این معنای سجده را میده. و یقال عرب ها در قدیم چی میگفتن؟ میگفتن سجد البعیر، میگفتن که شتر میگه سجده کرد. اذا خفض رأسه لیرکب، میگه وقتی که شتر سر خود پایین میکرد، خم میکرد، شترها خو چیز داشتن که وقتی که صاحبش میخواست سر شتر سوار شوه و شتر سر خود خم میکرد تا سوار شوه، باز عربا چی میگه؟ چی جمله رو استعمال میکردن؟ میگفتن سجد البعیر. و اون شتر تو چی کرد؟ سجده کرد. این تو میتونی بالای از شترت سوار شوی. و سجدت النخلة اذا مالت من کثرت حملها. همچنان عرب ها کلمه سجده را برای درخت خرما استعمال میکردن. وقتی که خرما شاخش بسیار میوهش زیاد میشد، نهت شاخ پر میوه سر بر زمین. اما در فارسی ما و شما میگیم، شاعر میگه که تواضع کند هوشمند گزین، نهت شاخ پر میوه سر بر زمین. این حال وقتی که خرما یکی زیاد میوه دار میشد، سر خود پایین میکرد در زمین، باز میفتن که سجدت النخل اذا مالت من کثرت. و سجد الرجل اذا تأتأ رأسه وانحنى. و کسی میدن که بسیار سر خود به جانب مقابل پایین کرده دیگه این هم برای چی میگفتن که این چی هست؟ سجده کرد. و از همین کلمه گرفته شده سجده در نماز، که سجده در نماز چی میگن؟
و هو وضع الجبهه علی الارض، گذاشتن چی؟ پیشانی در کجا هسته؟ در زمین است. خب این شد چی است؟ این حال سجده چند قسم است؟ سجده را ایرا علما میگن که دو قسم است. یکی سجده چی است؟ یکی میگن سجده اختیاری است و یکی سجده تسخیری. سجده اختیاری چی را میگن؟ که یک کسی، این مخصوص انسانها و ملائکه و جنها هستند که به حساب ایمان به اختیار خود به الله سجده میکنن. این سجده چی میگن؟ اختیاری میگن. از این خاطر آیت قرآن میگه که فاسجدوا لله واعبدوا، شما سجده بکنین بر الله و عبادت بکنین. پس اینجا این سجده چی هست؟ اختیاری هست. و اینجا که میگه فاسجدوا لله، شما سجده بکنین خاص بر الله. بر کی سجده بکنین؟ بر الله، یعنی مخصوص الله سجده بکنین، به کسی دیگه سجده نکنین. مثل ما شما میگیم الحمد لله. الحمد لله وقتی که این لام آمد، این علما در نحو چی میگن؟ در گرامر زبان عربی میگن که لام به معنای تخصیص است. به معنای تخصیص است. چی معنا؟ وقتی که میگه که الحمد لله، یعنی حمد خاص برای کی است؟ برای الله هست. از این خاطر اکثر نادخوانا کس یا در شرک مبتلا میشه. اکثر نادخوانا به چی مبتلا میشن؟ به شرک مبتلا میشن. چرا؟ وقتی که امین نعت میگی در حقیقت به حمد مبدل میشه. نعت زیاد به چی مبدل میشه؟ به حمد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نادخوانی نبود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نادخوانی نبود که یک نفر دست خود در گوش خود مانده باشه و شعر بخوانه و نادخوانی بکنه. اینی چیزا در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشت. این حالی که مثلا در منطقه ما و شما نادخوانی را زیاد شروع کردن، این سبب چی میشه؟ بالاخره توصیف میکنن، مدح زیاد میکنن، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما بسیار توصیف مرا نکنین. این می نعت چی هست؟ زیاد وصف کردن کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و در حالی که رسول الله من نکردن. گفته لا تطرونی، زیاد مرا مدح بگوین که عبدالله و رسوله، دو کلمه. رسول الله برای ما چی یاد دادن؟ دو کلمه. بگوین که اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بهترین رتبه، بهترین از اون که رتبه بلند رسول الله هم نداره. از مقام پیغمبری که برای انسانها دیگه مقام بلند نیست. این نادخوان وقتی که میخیزه ایرب زیاد میگه بالاخره رسول الله صلی الله علیه و از مقام بندگی میکشه، صفات خالق برش میده و این درست نیست. از این خاطر اکثرا الشعراء یتبعهم الغاوون، شعرا را ببینید که اکثرا پیروایشان مردمای سرکش هستند. الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. تنها استثناء بر شعرای مؤمن آمده که و احکام دین میفهمند. از این خاطر وقتی که آیت قرآن میگه فاسجدوا لله، وقتی که الحمدلله گفت اون معنا را میده. فاسجدوا لله، سجده برای کی بکنین؟ فقط برای الله بکنین. پس اینال این سجده اختیاری که است، اینمی سجده است که انسان به اختیار خود در مقابل خالق خود میکنه. پس انسان مسلمان نباید رکوع و سجده را به غیر الله انجام بده. چرا گفته فاسجدوا لله؟ سجده برای کی بکنین؟ به الله. ما نه به پیغمبر سجده میکنیم، نه به قبر پیغمبر سجده میکنیم و نه در پیشروی پیغمبر سر خود در زمین. این باز ما و شما را میبینیم که پسان کل از اینا تشریح میشه. قسم دوم سجده تسخیری هست. سجده تسخیری چی را میگن؟ سجده است که تمام مخلوقات مسخر به الله هستند. حیوانات، نباتات، جامدات، مایات، کلی از اینا. از این خاطر در آیت قرآن چی میگن؟ ولله یسجد من فی السماوات والارض. میگه برای الله سجده میکنن هر آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، سیارات، کهکشان ها، آنچه که در زمین است، آنچه که در در کائنات در هر جای است، اینا به الله سجده میکنن. یعنی کلشان مسخر هستن به امر الله طوعا و کرها. اگر رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، یا تسلیم امر الله هستن. اینال کافر هم تسلیم امر الله هست. مجبور است اینمی شبی را که الله شب ساخته تسلیم باشه به امرش. اونمو روزی را که الله برش روز ساخته تسلیم است. اونمو طوفانی که میشه کافر هم تسلیم است، مسلمان هم کلشان. خب
آل برادرای محترم، در مسئله سجده بسیاری وقتا کسایی که تحقیق درست درباره عقیده نکردن و درس عقیده درست نخواندن و آیات قرآن که درباره سجده هست ایره جمع آوری نکردن و بسیاری وقتا مثلا بعضی آیات که آمدن ایره مفسرین کرام چه قسم تفسیر کردن، اول خود رسول الله چه قسم تفسیر کردن، باز صحابه کرام چه قسم فهمیدن، باز علما و مفسرین اسلام چه قسم فهمیدن، در این تحقیق نکردن. بعضی اوقات که برشان بگویی که والله صاحب سجده کردن برای مخلوق اجازه نیست، باز اونا استدلال میکنن بعضی دلایلی که او دلایلش ما میفهمیم که دلیلش غلط است، این بیچاره نمیفهمه. ولی چون این درس عقیده اشتراک نکرده نمیفهمه و نمیخواد که بفهمه. مثلا یک سوال میشه که مثلا در قرآن عظیم الشان و سر از این مفسرین کلام 14 قرن قبل سر از این بحث کردن، تحقیق کردن، تشریح کردن، توضیح کردن. ما نیاز نداریم که بیایم از جدید تشریح و توضیح کنیم، اما توضیح و تشریح و فهم از اونا رو باید بفهمیم و مطابق از او عمل بکنیم. یک کس سوال میکنه میگه خب وقتی که شما میگین سجده کردن به مخلوق چطور است؟ در دین مقدس اسلام سجده کردن به مخلوق مطلقاً چی است؟ حرام است. متوجه هستین؟ و اگر ایش شک وقتی که سجده به مخلوق میشه ایش شرک است، شریک کردن اینمی مخلوق در عبادت خالق است. چرا؟ به خاطر قاعده هست که سجده چی است؟ عبادت است. و در عبادت ما و شما در هر رکعت نماز خود چی میگیم؟ ایاک نعبد. پروردگارا خاص رو چی میکنیم؟ عبادت میکنیم. پس وقتی گفتیم ایاک نعبد معنیش که ایاک نسجد و ایاک نرکع و ایاک بر تو عبادت میکنیم، بر تو رکوع میکنیم، بر تو سجده میکنیم و ایاک نصلی و خاص بر تو نماز میخوایم کنش. حال خیلی سوال پیدا میشه که شما ایده گفتین که سجده کردن مطلقاً حرام است و شرک است. بله. خب خیلی که مثلا ملائکه بر آدم علیه السلام سجده کردن، این سوال میعنی؟ و یا مثلا برادرای یعقوب، برادرای یوسف علیه السلام بر یوسف علیه السلام سجده کردن، بگه خیلی چطور میشه؟ این بسیار جوابش علما تشریح کردن و علما میگن که در امتهای قبلی فکرتان باشه یک قاعده اساسی است که شریعت هر پیغمبر فرق میکرد، یعنی اما احکام دین فرق میکرد. پس میگن که اینجا در سابق دو قسم سجده بود در امتهای قبلی. در امتهای قبلی تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دو قسم سجده بود، یکی سجده عبادت بود، یکی سجده تحیت بود. فهمیدین یعنی؟ سجده عبادت او سجده بود که خاص برای الله انجام داده میشد و سجده تحیت سجده بود که برای یک کسی بسیار احترام و سلام علیکی کردن بر از این سجده میکردن برای بزرگای خود. این سجده احترام بود در امتهای قبلی. امت رسول الله صلی الله علیه و سلم عزت داده شدن و یکی از عزت‌هایی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره که سجده تحیت در این امت منسوخ شده. چی هست؟ منسوخ شده، از بین رفته. سجده تحیت در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. خیلی تحیت ما چی هست؟ تحیت ما و شما تحیه اهل جنت است. تحیه اهل جنت چی هست؟ السلام علیکم و رحمت الله. فهمیدین یعنی؟ پس یکی سجده عبادت بود و یکی سجده چی بود؟ تحیت بود. یک کسی را مثلا وقتی که حالا مثلا تحیت کافرها چی است؟ good morning صبح بخیر، good evening شام بخیر، good night. اینه بعضی مسلمانایی که متاثر با کافرها شدن باز چی میکنن؟ و ما میره ترجمه کردن وقتی کتو سلام علیکی میکنه باز بگه که السلام علیکم چی میگن؟ صبح بخیر، شام بخیر، عصر بخیر. این هم گپای کافرها رو چی میکنن؟ تکرار میکنن. پس هر کس از خود اموا گریتینگ میگن. گریتینگ یا تحیت یا احوال پرسی از هر کس فرق میکنه. احوال پرسی امتهای قبلی چی بود؟ سجده کردن برای یک شخص بود. اهمیال فعلا هم در چین و اینجا هست، قلوب خدا میپرتن سجده میکنن. در کشورهای دیگه ای چیز هست. در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده تحیت وجود ندارد، منسوخ شده. چی شده؟ منسوخ شده، یعنی از بین رفته دیگه نیست. خب تحیه ما چی است؟ السلام علیکم و رحمت الله. خب تحیه غیر مسلمان ها چی است؟ اینمی
چی در عصر جاهلیت هم بود. خوب یک اصطلاح داشتن که چطورکایی صباحاً میگفتن و مساحاً میگفتن. اینی چیزا از اونها هم بود. لکن از مسلمان ها السلام علیکم و رحمت الله است که اهل جنت است. خب این حال علما درباره اینمی سجده ها چی میگن؟ مثلا من براتون خلاصه‌اش گفتم، دلایلش هم میگم. خب در تفسیر البحر المحیط ای ابو حیان اندلسی یکی از علمای بزرگ هستن، یک تفسیری بسیار بزرگ است به نام البحر المحیط. من این صوبکی سر از تحقیق میکردم. او علامه چی نوشته میکنه؟ میگه و یجوز ان یکون السجود فی ذلک الوقت للبشر غیر محرم. امی آیت شریف تشریح میکنه، میگه وقتی که گفت تو اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، میگه اینجا سجده در این وقت برای بشر یا مثلا که برادرای یعقوب یوسف که کردن، میگه او حرام نبود. وقد نقل ان السجود كان في شریعت من قبلنا هو التحیه. میگن که سجده در شریعت های قبلی به چی بودن؟ برای تحیت بودن. فهمیدین این مقصدش؟ این ابو حیان اندلسی میگه و نسخ ذلك فی الاسلام. چی معنا؟ این منسوخ شد در چی؟ اسلام. خلاص آل موتو در شریعت رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم یا شریعت های قدیم؟ آن چی در بین از اون منسوخ شد چی شد؟ منسوخ است خلاص. خب و کان السجود لغیر الله جائزا الی زمن یعقوب ثم نسخ. بعض از علما میگن که امید تا زمان یعقوب علیه السلام بود، بعد پس آن منسوخ شد. و قال الاکثرون لم ينسخ الی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه تا عصر رسول الله منسوخ نشده بود، قبلا بود و بعد در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله چی شده؟ از این خاطر میگه و روی انه صلی الله علیه و سلم قال فی حدیث عرض علیه الصحابه ان یسجدوا له. میگه در حدیثی که صحابه وقتی که دیدن دیگر مثلا بعضی در فارس دیدن، بعضی دیگر دیدن، در بعضی احادیث آمده که بعضی از حیوانات دیدن که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کرد. بعضی ها دیدن که مثلا در فارس آمدن دیدن که یا بر کلانهای خود سجده میکنن و رسول الله صلی الله علیه و گفتن که آیا اجازه میدی که ما بر تو سجده کنیم؟ و دیگرها خود میکنن. باز رسول الله صلی الله علیه و برشان چی گفت که لا ینبغی لاحد ان یسجد لاحد الا لله رب العالمین. برای هیچ کس مناسب نیست که برای کسی دیگه مخلوق دیگه سجده بکنه، فقط برای کی؟ لله رب العالمین. پس این موضوع را میگه کی پیشنهاد کرده بود؟ میگه این پیشنهاد از حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه بود که او خواست که به رسول الله صلی الله علیه و سجده بکنه یا سجده کرد. بعضی علما میگن ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان منع کرد که شما باید شریعت مایی است. از این خاطر میگه با اینمی حدیث این دلالت به چی میکنه؟ نسخ سجده چی است؟ تحیت است. متوجه شدین؟ در جلد اول صفحه 109 تفسیر ابو حیان اندلسی. صاحب تفسیر منار یکی از تفاسیر بسیار معتبر است و این بسیار عالم بزرگ است. ای در و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم میگه که و هو سجود لا نعرف صفته. میگه این سجده است که ما کیفیت زیر نمیفهمیم که ملائکه چه قسم به آدم علیه السلام سجده کردن. آیا منظور از سجده کردن فقط اما یک سرشور دادن بود یا یک احترام بود یا چی بود؟ میگه ما کیفیتش نمیفهمیم. ولكن اصول الدین تعلمنا، میگه لکن اصول دین که عقیده هست بر ما درس میده که انه لیس سجود عباده، این سجده عبادت نبود. اذ لا یعبد الا الله، چرا که عبادت نمیشه بغیر از کی؟ بغیر از الله. و کان عند بعض القدماء من تحیه الناس للملوک والعظماء و منه سجود یعقوب و اولاده لیوسف علیه السلام. میگه این در قدیم بود. خب پس هم میگه که سجده از اون سجده چی بود؟ تحیه بود. اونمون سجده ای که بالاخره در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شده؟ منسوخ شده. موسوعه فقهی کویتی یک عنوانی دارد. تحت عنوان یک موسوعه بسیار بزرگ است، نظر تمام فقهای اسلام جمع کرده و سر مسائل فقهی بحث میکنه. اون یک عنوان داشت مشخصا السجود لغیر الله. باز چی میگه این صاحب موسوعه فقهی کویتی؟ میگه اجمع الفقها، میگه تمام فقهای اسلام اجماع کردن ان السجود للصنم او للشمس او نحوهما من المخلوقات کفر یخرج الساجد به عن المله.
اذا كان عاقلا بالغا مختارا سواء كان عامدا او حاضرا. چقدر خطرناک است. سبحان الله. این جمله رو بسیار دقیق باید بفهمین. بسیار خطرناک است. چی میگه؟ صاحب موسوعه فقهی کویتی چی میگه؟ میگه از سجود لغیر الله این عنوان شد. میگه اجمع الفقها، تمام فقها اجماع کردن که سجده کردن برای بت، لسانم سانم بت میگه، او للشمس یا برای آفتاب، او نحوهما یا به مثل ازی که مثلا قبر باشه یا مثلا سنگ باشه یا به کدام حیوان باشه یا به کدام درخت باشه یا به کدام انسان باشه یا به کدام عالم باشه یا به کدام بزرگوار باشه، برای هر کسی که باشه. گفته چی است؟ من المخلوقات، هر چیزی که از مخلوقات باشه که برای او سجده کسی میکنه کفرون چی است؟ کفر است. یخرج الساجد به عن المله، کسی که سجده کننده هست ای از ملت اسلام چی میشه؟ خارج میشه. متوجه شدین؟ به شرطی که، لکن علما گپ خود قسمی نمیزنن، میگه به شرطی که اینمی کسی که سجده میکنه عاقل و بالغ و مختار باشه. اگه یک دیوانه ای کار کرد سر از اوی حکم نمیکنه. دیوانه است، مکلفیت نداره. یا یک طفل خرد است نمیفهمه اوی کار میکنه. اما اگر عاقل بود و بالغ هم بود و سوم میگه اگر یک نفر به زور سر شکست بردش و از کله و دست و پاش گرفتن، کلیش مثلا در گیر یک کس آمد برد در زیر پای بگوان به زور کلیش رو چی کن؟ سجده من. ایچه بازی اختیار نداره. از این خاطر میگه اگر عاقل بود و بالغ بود و به اختیار خود این کار کرد، سجده به غیر الله کرد، چی میشه؟ این کافر میشه و از ملت اسلام چی میشه؟ خارج میشه. سواء، این فکرتان باشه در بعضی فیلم ها و در بعضی سریال ها بعضی کسا اینی کارا میکنن به نام هنر و به نام فلانی. ایره هم باید فهمن کسی که عالم چی میگه؟ میگه سواء کان عامدا او حاضلا، میگه خواه اینمی سجده را قصدن بکنه یا به حساب مسخرگی و رشخندی. مثلا دو نفر میگه تو بیا یک بریم در امثال داریم به بت ما و شما اون دو آوار یک سجده کنیم، اینمی کافر میشه ولو که چی باشه؟ به مسخرگی و به ساتری و غیر جدی باشه. توجه شد؟ در هر چیز رشخندی کردن، در مسئله عقیده اسلام هم رشخندی کردن. ها؟ در اینجا رشخندی نمیشه. خب کما خب این شد. در یک جمله دیگر هم میگه کما اجمع و ان السجود لغیر صنم او نحوه كاحد الجبابره او الملوک او ای مخلوق آخر هو من المحرمات و کبیره من الکبائر. دیگه میگه این هم علما گفتن که اگر کسی به کدام انسان ظالم و برای یگان پادشاه و به یگان مخلوق دیگه اگر سجده میکنه، میگه از جمله محرمات است و کبیره من کبائر الذنوب، از جمله گناه های بسیار بزرگ است. فان اراد ساجد بسجوده عبادت ذلك المخلوق، اگر یک نفر به یک مخلوق سجده کرد و منظورش عبادت بود و شکل عبادت گرفت و خود در مقابل از او ذلیل ساخت، کفرون، ای کافر میشه و خرج عن الملت به اجماع العلماء، ای خارج میشه به اجماع العلماء. و ان لم یرد بها عبادتا، میگه اگر نه گفت که والا من سجده به فلانی نفر کردم لکن هدف ما عبادت نبود، فقد اختلف الفقهاء، بعض فقها در این نظریات اختلافی دارن. فقال بعض الحنفیه، بعضی علمای احناف چی میگن؟ یکفر مطلقا، میگه مجرد که به مخلوق سجده کرد میگه مطلقا چی است؟ کافره. سواء كانت له اراده او لم تكن له اراده. علمای احناف که است، علمای احناف یعنی در عقیده شدیدترین مردمی که بسیار جدی هستن کی هستن؟ حنفا هست، احناف هستن. شما برین کتابای عقیده احناف، آل کتابای بسیاری کسایی که مردم برای سجده خود به سجده به مخلوقی را دعوت میکنن، یا کتابای عقیده حنفی را در دست جوانا نمیتن. اگر بر شاگردای خود درس بده، شاگردش میخواد بهش میگه فلانی تو خودت کافر هستی.
از این خاطر یا کتابای اصلی عقیده احناف به دست جوانا نمیدن. مثلا کتابای معتبری که در فقه احناف است، یکی شرح عقیده طحاوی است. چی است؟ شرح عقیده طحاوی. از این خاطر شرح عقیده طحاوی را برای جوانان نمیمانند که بخوانند. از این خاطر برای چی جور میکنن؟ یگان کتابک های دیگه، یگان کتابایی که خودشان جور کردن، یگان چپترهایی که خودشان نوشته کردن، امی گپ‌های متکلمین و فلان و فلان. اما معتبرترین کتاب در عقیده احناف چی است؟ شرح عقیده طحاویه ابن ابی العز حنفی هست. و این کتاب آنقدر قوی هست که نه تنها در افغانستان، در کل دنیا انسان‌هایی که واقعا موحد و یکتاپرست هستند از این کتاب استفاده میکنن. کلگی استفاده میکنن. شافعی، مالکی، حنبلی ها کلگی از استفاده میکنن. سلفی کلشان. حتی من در بسیاری جایی که من رفتم یک در مدارسی که سلفی ها بودن، کدام کتاب ها میخواین؟ گفت من رفتم کتاب کی رو میخواین؟ رفتم اینه استادان در عقیده ما هستیم. گفت چی است؟ گفتم این ابن ابی العز حنفی. همین کتاب است. به علمایشان کلگی گفتن بهترین کتاب و بهترین عقیده کی است؟ کتاب احناف است، به شرطی که این کتاب چی شود؟ خوانده شود. اما این که نمیمانند و در مدارس افغانستان و در بسیاری مدارس این اجازه نمیتن، این اگر سر از این هست که نمیخواهد. و یک کتاب دیگه که در عقیده بسیار خوبش است که اگر برای جوانان بده، باور بگو که دلشان از زندگی می جوانای خودشان، شاگردای خودشان سیاه میکنن. کتاب ملا علی قاری هست، ملا علی قاری حنفی که فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو چی کرده؟ شرح کرده. دو حتی میگه که اگر در روز نوروز اگر یک نفر یک دانه تخمه به یک مجوسی میده، چون او عید مجوسی ها بود، میگه اینمی که او برش میده، میگه مجوس جان این تخمه معنای چی میشه؟ میگه این نفر کافر میشه. چرا؟ به خاطری که برازو میگه که تو که آتش پرستش میکنی بسیار خوب کار میکنی، این تخم هم بخور که خوب قوی شوی، خوب بر آتش چی کن؟ سجده کن. فهمیدین؟ گپ من است. گپ حتی او کتاب هم نمیگه. او هم بند است. این دو تا کتاب چی است؟ بند است. مثل چی واره؟ مثل که قرآن عظیم شان ما میخواریم که این تقریبا در قرن 12 بود، چند بود؟ این صاحب یک کسی به انگلیسی ترجمه کرد قرآن عظیم شان در اروپا. این قرآن افتاد در دست کشیشا. کشیشا 4-5 قرن این صاحب در کلیسا قلف کردن. یک صندوق بود به نام صندوق ممنوع که دیگه از دست نزنه. چرا قلف کردن؟ که اگر قرآن مردم اروپا بخونه، مردم چی میشه؟ مسلمان میشه. این چندین قرن در کتابا خواندیم که گفت چندین قرن صاحب ایده کلیسا ترجمه قرآن شریف به زبان انگلیسی چی بود؟ قلف بود. و اثرش یک قلف هم انداخته بودن که در قلف بغیر از خود همی رئیس از کلیسا کس حق نداره که قلف یا صندوق سایلام کنه. یک وقت سایه مردکم مرد، دیگه مردم اومدن گفتن تو باید صندوق سایه کنیم، پیسه هست چی پود کردن، بین سال میگردن که چی رو کشیدن؟ قرآن عظیم الشان با ترجمه انگلیسی. بعد صاحب وقتی که این قرآن کریم برآمد در اروپا، این همیشه صاحب تمام روز در اروپا و در امریکا مردم چی میشن؟ مسلمان میشن. در جاهایی که مثلا در فرانسه و جنوب فرانسه که یک مسجد نبود، آل صاحب بری که 1000 مسجد جور شدن. چرا 1000 مسجد جور شدن؟ در کلیسا وقتی که مردم میره، یک توتا گوشت برات میتکت، یک گلاس شراب، یک توتا نان میتید، میگه این گوشت مسیح است. تو خب میگی خب نان است. چه گم شو؟ مولا صاحب تو خب نمیشه کشیش صاحب. حالا همه عقل دارم، دانم است. حالا من میبینیم این چیز است. نان است. میگه نه اینو ما دم کردیم، این گوشت داشته. میگه صاحب همون دمت هم شدن تاثیر نکرد، میخوام مزه نانش مونده، یک دم کو که همین چی شوه. بعد از میگه تو کافر شدی برای باز یک گلاس دیگه میگه واین است. واین یک قسم شراب است. باز میگه این چیست؟ میگه این خون مسیح است. برادر خون دیگه قسم مزه داره، ما رو لوده فکر نکن. باز وا برشان تو تعلیم میده کسایی که در کلیسا میایه، خوب فکرتان باشه، کسایی که در کلیسا میایه اینجا باید عقل خدا چی کنه؟ او سپرده. این قانونشان است. فقط حس و عقلت دادان دروازه بان، باز بیاد در کلیسا،
بازی این نان بخور. این قصه را برای من یک کسی که خودش نصرانی بود و توبه کرده بود این قصه را خودش کرد. باز گفت بعد از اینکه گفت کرد، گفت من برش گفتم که خوب برادر، باز این نان که تو مثلث واری یا این قسمی قطع میکنن بازی رو برات میته، میگه اشکویر نجوی. میگه پسانش کردم چرا نجوام؟ گفت به خاطر از این نجوی که این خو گوشت مسیح هست، باز حضرت مسیح چی میشه؟ با تکلیف میشه. از این خاطر همین مرغا که یک تا گوشت پیدا میکنم تو تیر میکنن این قسمی تیر کو. خب من مصروف هستم، من تیر کردم میره. خب میگه من پرسانش کردم ببخشید excuse me father I have a question. میگه چی question داری؟ میگه من برش گفتم ای تو که نان کت کارد گرفتی تو توتا کدی ها اینجا هیچ مسیح افگار نشد، دای دندانکای زیبای من طلایی افگار میشه. باز میگه برای من گفت تو کافر شدی. از این خاطر مردم اروپا چی کردن؟ کلیسا را به گوخانه جور کردن، اوسو کردن. این حال مردم اروپا دین نداشتن، لایک شدن. حالی که کتشان بشینی وقتی که یک روز ما با یک اروپایی که نصرانیت ترک کرده بود 3 ساعت گپ زدم، من قرار شیشته بود گوش میگرفت. تو مزه میدادی را آخه من گفتم بخواه تندال بس است دیگه تو حلقه ما خوش کردی. نه گفت کانتینیو مردم نه کانتینیو میدونی بس است دیگه، من کانتینر نیستم که کانتینیو کرده برم. گفتم حلقه خوش شد، تو دیگه یک روز میخوای ملا شوی، دیگه روز بار شد. اینقدر این تشنگی داشت. یک عالم از هالند آمده بود در خیرخانه که از شاگردای پانزه حقوق مرا دعوت کرد، رفتم اونجا 3 ساعت بعد از این من گپ میزدم و گوش میگرفت. به هر صورت این حال عین سناریویی که غربی ها در اونجا کردن در افغانستان سر کتابای اصلی احناف است، سر عقیده احناف است. شما بخواید که اینجا بسیاری کسا اعتقادات متکلمین علمای کلام کدام مردم هستن که از فلسفه و از منطق و از گپا عقیده خود جور کردن. عقل تو میگه از قرآن و سنت رد میکنن. نه این آیت من قبول ندارم مطابق عقل من نیست، نه من یه حدیث قبول ندارم مطابق عقل من نیست. این حال صاحب اینی کتابا رو میگیرن، در حالی که اگر شما کتاب ملا علی قاری که بزرگترین عالم در نزد احناف است، اگر شما همین کتاب از این بخوانین اون میگه که چتلترین مردم، وزشترین مردم و کافرترین مردم در دنیا متکلمین هستن، علمای کلام هستن. چرا چتل هستن؟ به خاطر که یا عقل خدا به چی ترجیح میتن؟ به آیت قرآن، به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در غیبیات میگه نه، در غیبیات هم تا که عقل کار نتم ایره قبول ندارم. از این خاطر بخونین شما حداقل میره به خاطر بر شما میگم که اگر میخواین که خوب متعقید عقیده ما تا وقت خراب بود، من خودم در فالبینی و در تاویز و در این گندگی ها تا وقت ما مبتلا بودیم تا که این دو کتاب در دست من نرسیده بود. وقتی که من عربیم پخته شد باز من کتابای فارسی رو وضو کردم دیگه. این کریم آب و بخشای بر حال ما 40 سال ز عمر عزیزت گذشت و مزاج تو از حال طفلی نگشت. این یک آدم صحیح میگه دو میزنه، در روز اول دو میزنه شاگرد خودم. یعنی مرد میگه من خب 8 ساله بودم نه، اما کسی که برای من درس میداد من سر از این شک کردم. حالا کتاب خب برای من نمیگه، من خب 7 سال ز عمر عزیزم گذشته بود. او کسی که برای من درس میداد او 40 ساله بود. کتابی که خودش درس میده چی میگه؟ 40 سال ز عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. همه با هوا و هوس پرداختی، دم با نصیحت نپرداختی. من فهمیدم که والا می کسی که من این کتاب درس میده این 40 سالی کتاب خوانده هنوزم مثل اشتک واره لوده است. خودش برام تشریح میکنه. من از این خودترکی جنجال داشتم. من عادتا تا که به یک قرائت حاصل نشم او رو قبول نمیکنم. همهش جنجال بود. همهش که تعویض میدادیم پدر کلام فامیلای ما کس نباشه خفه نشه. میگفتم که چی هسته؟ نفر میمد گوشت گاو نخو، دوای خواه با نخوری، لنگه کرا با نسی. باز میگفتم مالا عالمی لنگه همی کسی که خانش طفل شده ای هر مردار است؟ تعویض خرابیگی. میگفتم در تعویض چی هست؟ میگفتم آیت قرآن است. میگفتم آیت قرآن ات ضعیف است که با رفتن خانه ای آیت خاصیت خود از دست میتن. باز چپ میمانده.
باز مرا میفتن تو چندان عقیدت بساط نمیتونی گوشت گاو نخوری. چرا گوشت گاو نخوره؟ ولی اونو خوری. بابا چه گپ نزن، نکنی تجارت ما رو خراب. بالکل لفظ آمدن 1200 روپیه میتن. یک بند پخته 3000 روپیه. باز من دیگه تو مثل خار آدمی چشم ازیا در آمدن میرفت. چرا گوشت گاو نخورن؟ حال چی دلیل داره؟ کلسترول داره. او مرد اگر کسی که پیش تو آمده به تعویض او از گشنگی ماها گوشت نخورده، او باید گوشت گاو بخوره یک ذره که کمک خوب شه و تقویت شه. نه نخوره. آخری چی شد؟ آخرش دیگه سعی میکنم که گوشت گاو کتابا رو مطالعه میکنم که باشه این ملا فیصل آخون این گوشت از کجا پیدا کردن؟ فیصل خان این گوشت از کجا پیدا کردن؟ تو بیا اینجا. یک ملا صاحب بود به نام ملا دو پیازه و یک ملا صاحب دیگه بود به نام ملا ابوالفضل بود. یا استاد اینا در عربی هم بسیار مهارت داشتن، یک تفسیر هم نوشته کرده بودن و این باز اون دعا برازی دختر خدا میته. دختر خدا میته باز اون دعا میگه که آل خامی گوشت که مسلمان ها میخوره گوشت گاو و سرما بسیار بد میخوره، تو یک دلیل برش پیدا بکو که می مسلمان ها از این منع شوه. بازی مولا صاحب باز یک حدیث دروغی را جور میکنه، باز میگه یا ایها البشر لا تذبحوا البقر فان ذبحتم البقر فمأواه السقر. جاب خلاصه پس کل گپ سر چی آمد؟ این دلیل استاد فیصل خب بسیار خوبش بود. دلیل مش که من که تحقیق کردم عین گپ بود منتها با عبارت دیگه با اویی که تعویض در افغانستان اصل استاد تعویضگرا و جادوگرا و فالبینا اون دو هستن و یهود هستن. سکه ها تعویض کردن، همه عالم دکان دارن. این مسلمانی که میگه من مسلمان هستم در لب دریای کابل شیشته و تمام روز گندگی بوی میکنه، یک کمسایگک خودم میپرته یک دار پی میگیره و 4 تا جوانم سرش خن میزنه. این اصل تعویضگر و جادوگر نیست، اصلش صاحب او سکی است که قرار شیشه و صاحب پیش از او مردم ها کی میرن؟ کتک مردم های میره که باز بر از او دلارکی میتن. این حال اصل جادو و سحر گپا رو واجور کردن و دیدن که والا چطور کنیم؟ گفت والا یک مانور میریم مردم آل خواهگه بگی مسلمان که مسلمان گوشت گاو نخو، مسلمان برات میگه که نه برادر در کتاب ما در قرآن عظیم شان گوشت چی است؟ گوشت گاو و گوسفند و بز یا کسی است حلال است و اگر ما ایره کدام عالم ایره حرام بگویی خدا عالم کافر میشه. مثل مولا دو پیازه که در این حدیث روایت خود چی شده؟ دو پیازه نشده بیخی دو دوزخه شده. فهمیدی؟ 2 مرتبه ایسه در دوزخ اما تو در منزل پایین‌ترش چخور میشه. ایناله یا چی کردن؟ یا یک مانور ایجاد کردن که بیاین ایره به بهانه همین تداوی مردم چی کن؟ از این دور بان. به هر صورت اینی مشکلات است که در چیز پیدا میشه و کلش از چی پیدا میشه؟ از این پیدا میشه که با کسایی که درس عقیده و کسایی که آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله خصوصا در باب عقیده درست تحقیق نکردن و نمیفهمن. در ایسر التفاسیر که از علامه ابوبکر الجزایری او چی میگه؟ ایسر التفاسیر علامه ابوبکر الجزایری چی میگه؟ میگه السجود لغیر الله تعالی کفر. سجده به غیر الله چی است؟ خب لما ورد ان الآیه نزلت ردا علی ما ارادوا ان یسجدوا للرسول صلی الله علیه و سلم. میگه این آیت نازل شده برای کسایی که میخواستن سجده به رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. بر از اینا اتو گفت ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. آیا پیغمبر شما را امر میکنه به کفر بعد که شما مسلمان شدین؟ این تهمت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نکنید. این تفسیر ایسر التفاسیر از علامه ابوبکر الجزایری جلد اول صفحه 179. علامه ابن عثیمین چی خوب تحقیق میکنه. یعنی هر عالم باور بکنید که یک وقتی بر ما میگفتن میفهمیم کتاب هر عالم یکی علمای واقعی دیگه. علمای چی؟ واقعی. علمای واقعی که اونا واقعا عالم هستن، واقعا یکتاپرست هستن، واقعا قرآن و سنت هم میفهمن. میگه هر کتاب هر کدام از اینا بخونیم هر کدام از علما مثل یک میوه هست.
کتاب یک میخوانیم فکر میکنی که همین سیب میخورم، پیش دیگه یک میخوام فکر میکنی انگور میخورم، دیگه یعنی کتاب هر کدومش که نظریاتشون میخوانی، اما تو برات قرآن عزیز الشان تشریح میکنن که همین مشکلت کاملا رفع میشه. علامه ابن عثیمین چی میگه؟ میگه ان السجود لغیر الله تعالی اذا کان، میگه او مردم بس کسایی که اعتراض میکنن که انسان ها چرا ملائکه چرا به آدم علیه السلام سجده کرد، میگه اعتراض، میگه اگر سجده به غیر الله به امر الله باشه او عبادت است. خوب فکر دارم بگید، یک قاعده بسیار خوبش میگم، میگه امر الله عبادت است، نهی الله چی است؟ عبادت است. وقتی گفت این کارو بکو الله گفته تا این عبادت شد، و این کارو گفت نکو و تو این کارو نکردی، تو در چیش داخل شدی؟ در عبادت. پس این حال وقتی که ملائکه بر ملائکه امر الله شد که بر آدم سجده کنن، بر ازوا چی شد؟ عبادت شد. اما برای ما و شما که گفته به کس سجده نکو و مخلوق چی شد؟ عبادت شد. صحیح شد یا نه؟ پس یه عالم این تو یک قاعده میته، از این خاطر میگه که حتی میگه اگر حرام هم باشه، یک چیزی بود بیخی حرام است مطلقاً، قتل حرام است نیست، یه عالم چی میگه؟ چه قاعده میته؟ میگه وقتی که الله برای ابراهیم علیه السلام امر کرد که بچه تا بکش، کشتن اولاد حرام است نیست، لکن وقتی که امر الله شد به چی مبدل میشه؟ پس ذبح کردن اسماعیل علیه السلام برای ابراهیم علیه السلام چی بود؟ عبادت بود، اما برای ما و تو حرام است. پس چی خوب است، چی خراب است، چی درست است، چی غلط است، او رو کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. الله بر از اونها تعیین کرده برای ملائکه که شما سجده بکنین برای آدم، بر از اونها عبادت شد. برای ما و تو گفته که برای آدم علیه السلام اگه میالم بیای تو حق سجده را نداری. اگه میال قبر آدم علیه السلام کشف شوه و بگین قبر آدم علیه السلام است و مجسمه جسدش هم کشف شوه بگین حسابی جسدش است، ما حق داریم برای سجده بکنیم؟ نه. به خاطر از اینکه بر از اونها چی بود؟ امر الله بود که سجده به او بکنن. برای ما و شما امر الله هست که به مخلوق سجده نکنید. برای ما و شما گفته که فقط سجده برای کی بکنین؟ به الله بکنین. صاحب تفسیر حقی چو خوبش یک گپ میگه وقتی که گفته شده که اسجدوا للرحمن، به کی سجده بکنین؟ به رحمان الرحیم. یدل علی ان لا سجدة لغیر الرحمن، دلالت میکنه که سجده به غیر رحمان نه. چرا گفت اسجدوا لام داخل شد نشد؟ للرحمن برای کی؟ خب ولو كانت لامرت المرأة بسجدة زوجها، میگه اگر سجده اجازه می بود، مثل که رسول الله هم گفته که اگر سجده به مخلوق اجازه می بود، ما برای همسر میگفتم که برای شوهر خود چی کنه؟ سجده کنه. یعنی سجده احترام. متوجه هستین؟ سجده عبادت خود نبود، اما اگر در امت من سجده احترام می بود، متوجه هستین؟ ما برای از اون میگفتم. اما ایرم رسول الله صلی الله علیه و بر زنها نگفت. قال شمس الائمه السرخسی، علامه السرخسی هم یکی از فقهای بزرگ احناف است. صحیح شد نه؟ یعنی من احناف شد اینجا زیاد میگم، به خاطر از این میگم که بسیاری کسایی که مردم در شرک و کفر مبتلا میکنه، باز می یک صاحب ای استادا که درس میده یا حنفی نیستن، ما که با سجده میکنم و ما که مشرک هستم، ما خوب چی هستم؟ حنفی است. مثل که یک کسی یک 6 دانه چپن کونه و چتل پوشیده روی شام قور زده، یا من سه مرا میگه که من حنفی هستم. من گفتم وطن دار حنف ابو حنیفه لالای طور بود، یا خنایش لوکس بود. ما یک وقت تکه فروشی داشتیم نداشتم آجی بریالای، ها اینا آجی بریالایشان هم تکه فروشی داشتن، ما هم تکه فروشی داشتیم. امام ابو حنیفه هم چی داشت؟ تکه فروشی. پس من حنفی هستم یا تو؟ مسلکش که مسلک میکیست، کالایش مثل ما رو پاک، تو را قور زده جنده. امام ابو حنیفه تو رو با خدا یک نفر که دکان تکه فروشی داشته باشه در اسقاط میشینه؟ تو بیا آجی بریالای گمش یک دقیقه میمیزی. امی اگر یک کسی تو را بگم که آجی صاحب ابی اسقاط گرفتن بسیار خوب است، مزه‌دار است، خوب پیسه هست، در دوری اسقاط میشینی که خدا به خاطر یک سدی زرید بسازی؟ ما پدرم فوت شد. پدرم که فوت شد خب به خاطر از اینکه اگر کسی که اسقاط نکنه باز میگه وهابی است. باز اونجا استادا یا خودتان بودی ما میخواستیم که اسقاط نشه و کوتاه‌تر بگیم یک آجی که 100 دوره اسقاط قرآن شریف گشتانده و پیسایشم توزیع کرده. اما آجی صاحب گفتم که ایسا باید کار کو که قرآن شریف نگردان، هم پیسه رو تو چیز نکن نگردان، خب چند روپه بتی که خلاص شوه.
سکو چون که حق بود همی پذیرفت. همی حاجی صاحب همون کار نکرد. قرآن شریف هم نگشتن و پیسر هم اتو نکرد که دوره بته و باز ما جای نمازا را برده بودیم، قرآن شریف هم نبرده بودیم. جای نماز برده بودیم که حالا که اکثر مردم ما و شما عادت داره که وانا یک تاپه میزنه که تاپه خورد که حقم گفتی قبول نمیکنه به نام وهابی. باز همونجا که وقت دوره اسقاط شد نفر فضل خدا برابر نمیشد که دوره پوره شد. باز یک نفر میگفت بیشینه که ثواب داره، بیشینه ثواب داره. من میگفت تو هم بیشی که ثواب داره. من گفتم من از ثواب کرد. نگاه استاد واقعا تو آدم ذلیل میشه، یعنی آبروی آدم میریزه دیگه. خب فرق گدایی و چی است دیگه؟ یعنی مثلا فرق نداره. یعنی برای خود شخصیتت مثلا اگر یک کسی فوت کرده باشه یک تجار و باید بین پاکت ها 1005 انداخته باید این دوره بیشی بری 1000. چرا به صورت آبرو عزت آدم خراب بشه. خب تو سایکو برای این کسایی که اسقاط میخورن من بر از یک خطاب میکنم. خب برشان میگم علمای بزرگ نمیگیرن، همین کسایی که سرزمین بسیار احتیاط میکنن. آیا عزت حاجی بریالای زیاد است یا عزت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح نه؟ امی عالم در چوکی کی شیشته؟ در مسند کی شیشته؟ کی را ذلیل میسازه؟ از این خاطر یک عالمه که میگه من در مسند رسول الله هستم، به خاطر عزت رسول الله باید در دوری اسقاط نشه. از گشنگی بمره، نشه. وقتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثل حاجی بریالای وارد تجارت که بود، صحیح است؟ آیا امام ابو حنیفه در دوری اسقاط میشه؟ والا معزتش تقاضای زیر نمیکرد. بس یعنی عمر رضی الله تعالی عنه، والله عمر رضی الله تعالی عنه اگه می بود اگه کلتون خفاک نمیکرد دیگه. میشه اسم مثلا عمر رضی الله تعالی عنه از ما و از امام ابو حنیفه کده و از حاجی بریالای کده. عمر رضی الله تعالی عنه ایمانش بسیار قوی تر بود. متوجه هستی؟ خب خیر، خب مثلا او تومت است ان شاء الله که همین کسایی که سر عمر رضی الله تعالی عنه تومت میکنن. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه هیچ قرآن شریف دوره موره به خاطر از این نمیشد، به خاطر در زمان عمر رضی الله تعالی عنه در تخت سنگا و در چوبای کتا کتا نوشته شده بود قرآن شریف. باز قرآن شریف که در کتاب وارد نوشته شد در عصر کی بود؟ عثمان رضی الله تعالی عنه. اصلا تر از خو که کار انگلیس تو کار کرده بود. انگلیس چندین سال سرچشمه چی است که انگلیس ها وقتی که هندوستان حکومت اسلامی رو در اونجا سقوط دادن، بازیدن که اینجا علما بسیار عزت دارن، علما بسیار عزت دارن و اینا گپ میزنن و مردم کل برازیات تسلیم است. و علمای هندوستان وقتی که فتوا میدادن به ضد انگلیس، جهاد بسیار قوی در اونجا جریان داشت. باز بالاخره مشکل این شد که همی انگلیس ها واقع بسیار خطرناک مردم هستن. 6 تن تحقیق کردن و گفتن که چی کاری کنیم که این علما ذلیل شوند. باز این علما ماش از طرف دارالخلافه داشتن اونجا در هندوستان. خب همی حکومت مغولی ها بود. باز اونجا بر از اینا ماش بسیار بلند داده میشد. یا گفت یک کار بکنین که امی شهادتنامه مدارس و علما را شهادتنامهش یا را کلش ناچل قرار بدهین. امیال هم در این پاکستان و در هندوستان اینجا کس مدارس شهادتنامهش کسی مقرر شده نمیتونه. یا که این قسم شد یا را گرفتن گفتن اینال خیام ماش چطور کنن. ای صاحب گپ آمد برای چی؟ به چنده و کمک مردم هندوستان و مردم پاکستان تا اندازه مردم بودن که واقعا به علمای خود عزت داشتن. با وجود بازوا یک راه حل دیگه پیدا کردن. خودمون کلانا و ریش سفیدا پول جمع میکردن و به شکل از اشکال ایره در مدارس و ایگپا تخصیص میدادن. باز مثلا آل در ترکیه وقتی که ما رفتیم در اونجا مثلا مردم امی پول جمع میکنن من به مون مرکز اسلامی به مؤسسه میدن. در این مؤسسه 10-20 نفر عالم که وظیفه دارن بر از اونا با عزت ماش داده میشه. اما در افغانستان وقتی که گپ رسید در افغانستان برای ملای مسجد گفتن که نه بیادر ما ماش تا غرض نداریم، خودت برو خانه به خانه